جنگ شهزاده دیل با آلیا انصاری و افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی شهزاده دیل در جرمنی. شهزاده دیل چرا با آلیا انصاری خصومت دارد؟ جواب آلیا انصاری برای شهزاده دیل چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. شهزاده دیل یکی از هنرمندان خوب کشور، چهره شناخته شده و یکی از هنرمندان عاشقانه و کارهای هنریش می پردازد و دل میلیون ها افغان بالخصوص جوانان را از خود کرده است. شهزاده دیل بیشتر از 15 سال می شود و طور مسلکی در هنر موسیقی افغانستان آهنگ می سراید. شهزاده دیل بعد از تحولات سیاسی در افغانستان مانند دیگر افغانستان را به مقصد جرمنی ترک کرد و در کشور آلمان زندگی می کند و در آنجا هم به کارهای هنریش می پردازد. در تازه ترین برنامه شهزاده دیل که با حفیظ محمدی در امریکا داشته است، وی توهین بزرگ برای آلیا انصاری و حسام فرزان کرده است و آهنگ جدید این دو هنرمند را مسخره ساخت. اما تاکنون آلیا انصاری و حسام فرزان جوابی برای شهزاده دیل نداشتند. این همه در حالی است که آلیا انصاری هنرمند خوب کشور بعد از سرودن آهنگ‌های دوگانه با حسام فرزان در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت هنری خوبی کسب کرد. آلیا انصاری در لندن زندگی می کند ولی به خاطر کارهای هنریش در سرتاسر جهان رفت و آمدهایی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از شهزاده دیل و آلیا انصاری خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان این دو هنرمند به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را بلای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.